آژانس ضد کروپسی تاجیکستان از بازداشت مفتش کلان این نهاد فیروز خالمرادوف خبر داد و این خبر حالا در سرخط اکثر مطبوعات تاجیکستان قرار دارد. بر اساس این خبرهایی که میرسند فیروز خالمرادوف برای عمل قلابی و هم برای سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده است و از طرف مقامات امنیتی و هم آژانس ضد کروپسی تاجیکستان پرونده های او مورد تحقیق قرار دارند. در حالی که آژانس ضد کروپسی تاجیکستان از بازداشت مفتش کلان خود خاموش پیشکش ایستاده است، ولی طور خبرهای رسیده میگویند این قضیه تنها و فقط به یک مفتش کلان تعلق نداشته، هنوز به افراد دیگری این آژانس، یعنی طوری گفته می شود به یک شبکه از کارمندان این آژانس که از کارمندان با نفوذ و حتی سردار ریاست های آن ربط میگیرد که در این حادثه قلابی و سوء استفاده از وظیفه دست داشتند و برخی از آنها حتی هنگام فرار از قلمرو تاجیکستان در منطقه های مختلف تاجیکستان بازداشت شده و دوباره به تفتیشات آورده شدهاند. بارها رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در صحبت‌های خود و آخرین ملاقات‌ها با نمایندگان کروپسی در مسئله مناسبت منصفانه و با وجدانانه کارمندان کروپسی هنگام اجرای وظیفه‌های خود تاکید کرده بود و از آنها دعوت کرده بود که در این راه منصفانه و شفاف کار خود را پیش ببرند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.